چت جی پی تی به من بگو برای یک فضای 100 متر مربع با ارتفاع کف تا سقف 2 متر و 80 به چند تا اسپیکر احتیاج دارم که بتونم پوشش صوتی کامل اون فضای پذیرایی رو تامین کنم. به تعداد اسپیکرها برای یک فضای 100 متر مربعی با ارتفاع سقف. مهندس شما برای همچین فضایی چند تا اسپیکر نیاز دارید؟ این فضا چند متر مربع است؟ حدود 100 متر. برای 100 متر من با دو روش بهت نشون میدم. یه روش تخمینیه، یه روش محاسباتیه که البته با استفاده از هوش مصنوعی هم بهت میگم. همراه من بیا این دو تا روش رو بهت بگم. چند تا پارامتر هست، یکیش مساحت اون فضا هست، یکیش بحث ارتفاع سقف هست و همینطور اینکه کاربری اون فضا چیه. دو تا از مهمترین پارامترهایی که باید خیلی بهش توجه بکنیم، یکیش توان اسپیکریه که انتخاب می‌کنیم، شعاع پخش صدا توسط اون اسپیکر هست. شما فرض بکنید این اسپیکر رو ما میایم تو این نقطه نصب می‌کنیم. وقتی این اسپیکر اینجا هست، شما یه فضایی رو در نظر بگیرید که این اسپیکر می‌خواد در واقع پخش بکنه این صدا رو. ارتفاع 2 متر و 80 که اسپیکرها رو بخوایم نصب بکنیم، 2 متر و 80 تا 3 متر ارتفاع استاندارد سقف بسیاری از خونه‌هاست. این اسپیکر وقتی توی این سقف تو این ارتفاع نصب میشه، بین 3 الی 6 متر شعاع پخش هست. برای حساب کردن اینکه ببینیم چه تعداد اسپیکر نیاز داریم، خب خیلی ساده است. شما فرض بکنید این 3 متری که شما این اسپیکر تو ارتفاع 3 متر میذارید، 4 متر شعاع در واقع پخش صداش باشه. این شعاع رو شما تو فرمول مساحت دایره ببرید، یعنی PR2. P یعنی 3.14 ضرب در شعاع به توان 2 میشه چند؟ میشه حدوداً 50 و خورده ای، 50.28. شما یه فضای 100 متری رو در نظر بگیرید، با دو تا اسپیکر میتونید اونجا صداشو ایجاد بکنید. اما نکته که هست اینه که نقاطی از اون فضا رو شما به قول معروف لحاظ صوتی نقطه کور خواهید دید و اونجا پوشش صوتی نخواهید داشت. به همین دلیل برای اینکه بتونیم پوشش یک پارچه تری رو از لحاظ صوتی اون فضا داشته باشیم، بهتره اون عدد که 2 بود بشه 4 تا، یعنی 4 عدد اسپیکر بشه. چرا؟ چون نقطه کور نداشته باشیم و به طور یک پارچه در کل این فضا استفاده بشه. نکته هم که هست اینه که برای فضاهایی مثل پذیرایی، برای سالن‌های ورزشی، برای خیلی از جاهایی که در واقع کیفیت صدا مد نظر هست، نیازه که از ضریب 2 یعنی از تعداد زوج اسپیکر استفاده شده. حالا میخوام از هوش مصنوعی چت جی پی تی بپرسم که اگر من بخوام یه فضای 100 متر مربع با ارتفاع کف تا سقف 2 متر و 80 رو پوشش صوتی داشته باشم، چه تعداد اسپیکر مورد نیاز هست؟ بریم ببینیم چی میگه. من یه فضای 100 متر مربعی دارم که ارتفاع کف تا سقفش 2 متر و 80 هست و این فضا رو میخوام با یه تعداد اسپیکر 30 وات تغذیه بکنم و پوشش صوتی اونجا داشته باشم. به من بگو که من چند تا اسپیکر احتیاج دارم برای پوشش صوتی کامل این فضای 100 متر مربعی. اگر از اسپیکرهای 30 واتی استفاده می‌کنید، هر اسپیکر 30 وات می‌تواند معمولاً فضای حدود 20 تا 30 متر مربع را با صدای خوب پوشش دهد. بسته به کیفیت آکوستیک محیط، برای 100 متر مربع به حدود 4 اسپیکر نیاز خواهید داشت. این تعداد به نحوه نصب و طراحی محیط بستگی دارد. خب دیگه بیشتر از این وارد دیتیل نمیشیم. هوش مصنوعی خیلی دیگه داره با دقت به این قضیه توجه میکنه و البته باید بدونید که الان داره صدای منو میشنوه و منتظره که حرف من تموم بشه و جواب بده. ولی جالبه بدونید که همون 4 تا اسپیکری که ما همیشه توی فضای 100 متری به دست میاریم رو این هم به همون صورت محاسبه کرد. یعنی تقریبا میشه گفت که عددی که ما به دست آوردیم با عددی که هوش مصنوعی به دست آورده برابری میکنه. یه نکته بچه‌ها، من حالا این همه رو توضیح دادم در رابطه با اسپیکر. با استفاده از یه رابطه خیلی ساده میخوام بهتون بگم که چجوری میتونید برای یک فضا حدوداً حساب بکنید که به چه تعداد اسپیکر نیاز دارید. شما فرض بکنید این اسپیکر 25 وات توانش هست. هر اسپیکر یه مشخصه‌ای داره. میگید آقا برای این فضا با این مشخصات ما به اسپیکرهایی با این توان احتیاج داریم. رابطه‌ای که خیلی ساده هست و شما دیدید که قبلتر من به صورت فرمولی بهتون توضیح دادم و هوش مصنوعی هم به ما توضیح داد که چجوری میتونیم این در واقع تعداد رو محاسبه بکنیم. من با یه فرمول خیلی ساده‌تر و خیلی سرانگشتی میتونم بهتون بگم که چطور این کارو بکنیم. اونم اینه که مساحت فضایی که بهتون میدن اگر ارتفاع سقفتون هولوش 2.80 تا 3.20 بود، از ضریب 1.4 استفاده بکنید. یعنی مثلا اگر یه فضای 100 متری هست برای ارتفاع 2.80 تا 3.2 1.4 استفاده کنید. یعنی چی؟ یعنی 140 وات شما توان اونجا نیاز دارید. توان این اسپیکر چقدر بوده؟ مثلا فرض بکنید 35 وات باشه. برای 35 وات با 4 تا به راحتی این کار انجام میشه. بنابراین انتخاب اسپیکر و در نظر گرفتن مساحت فضا و ارتفاع سقف و همینطور اون پوششی که اون اسپیکر میتونه اونجا ایجاد بکنه، اینا مواردی هست که میتونید برای محاسبه تعداد اسپیکر استفاده بکنید و بعد از اینکه تعداد اسپیکر و توان اسپیکر و مشخصات اسپیکراتون مشخص شد، نهایتا میتونید آمپلیفایری که اونجا مورد استفاده میتونه قرار بگیره رو انتخاب بکنید. اگر میخواید به طور کامل این اطلاعات براتون ارسال بشه، دایرکت بشه، فقط کافیه این زیر کامنت کنید صوتی که تمام اطلاعات در قالب یک دایرکت براتون ارسال بشه. ممنون میشم که با لایک و کامنت و شیر و سیو همراهیمون بکنید. مرسی که مثل همیشه همراهمون بودید. بدرود.